این مطلب سوم آیت 189 شروع میشه درباره چی؟ درباره این آیاتی که میآید این درباره چی است که برای مؤمنین موحد الله متعال توصیه ها داره. ما و شما ماه مبارک رمضان ماه قرآن است و در ماه قرآن تنها ماه مبارک رمضان نباید باشه، چون در ماه مبارک رمضان وقتی که با قرآن الفت گرفتی 11 ماه دیگه بر زمین هست که ما با این قرآن اوت خوانده میریم و از این لذت برده میریم و بحر قرآن که هست. باور بکنین هر مرتبه که من میخوانم خودم ایران میشم بسیاری وقتا از شما کردم من زیاد یاد میگیرم، به خاطر ازی که من وقتی که کار میکنم از یه عالم کتابش باز میکنم، از یه عالم دیگر باز میکنم، از زیر حدیث آیت سخنای علما دیگه. ما شاگرد هستیم بی سواد، شاگرد بی سواد که نمیفهمیم، مجبور هستیم از علمای دیگه استفاده میکنیم و از اینا درس میگیریم. و قدر سواد علمی که کلش در مغز ما قرآن حفظ داشته باشیم و کل احادیث حفظ داشته باشیم نام و عالم گذاشته شده. عالم خب کسی گفته میشه که چندین مثلا قرآن حفظ داره و مثلا قرآن با تمام کلمات قرآن معنایش میفهمه و احادیث کلش صحیح بخاری و صحیح مسلم و ابو داود اینا را میفهمه، دیگه کتاب ها را هم. خب اینا چیست؟ ما خب بیچاره که هستیم و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا. یک معلوماتی که برای ما داشته بسیار قلیل هست و با زبان انسان ها هم بسیار ضعیفترین کلشان ما هستیم. این حال وقتی که میخوانیم خود ما اول استفاده میکنیم. وقتی ما بسیاری وقتا آیات قرآن میخوانم باور بکنین تعجب میکنم، سبحان الله چه ذات با عظمت است و این قرآن عظیم شان چه کتاب با عظمت است، چقدر لذت انسان میبره. برای ما الله متعال میگه اینی مصیبت سرت میاد و اینی راه حلش، از این مصیبت باید این قسم خدا خلاص بکنیم، در این مصیبت باید متأثر به این گپ نشی. از این خاطر کل همین چیزا که هستن کل مصیبت ها بر انسان آسان میشه. چرا؟ میفهمی که این خود مقدر است، مقرر است، این آمدنی هست و الله در مقابل هر مصیبت بر تو اجر پاداش میده. چقدر خوب است، چقدر خوب است. اینال در اینجا الله متعال بعضی که مصیبت ها را گفت عالمه میگه که احکام الهی بر ثابت قدمی که چه قسم تو میتونی ثابت قدم باشی. یک کس پرسان میکنه ما میخوایم ثابت قدم باشیم در راه دین الله، برش میگیم بیا از آیت 189 آل عمران به بعد بخوان. اول عقیده به این که مالک متصرف الله هست، مالک متصرف الله هست. وقتی که مالک تمام مخلوقات الله هست و تصرف در کل ازی الله داره، آیا برای تشویش پیدا میشه؟ من یک تابلت بردان میدم، تابلتی که تشویشتان کاملا از بین بره. اگر یک این تابلت پیشتان باشه در ذهنتان یقین را داشته باشین که آیا مخلوق میتونه اجل مرا تغییر بده؟ نه، اجل من الله تعیین کرده. آیا مخلوق میتونه رزق مرا تبدیل بکنه؟ نه. و فی السماء رزقکم و ما توعدون. آیا مخلوق میتونه برای من بدون از تقدیر الهی برای من نفع و ضرر برسانه؟ نه. وقتی که این سه چیز فهمیدن که مخلوق کرده نمیتونه، دلتان از طرف مخلوق کاملا خلاصه. نه اجل ما تغییر داده میتونه، نه رزق ما تغییر داده میتونه و نه هم ضرر و منفعت میتونه برسانه. چرا که رسول الله صلی الله علیه و سلم به عبدالله ابن عباس نوجوان خرد از برش میگه یا بنی اینی اعلمک کلمات، یک چند کلمه رو بر تو یاد میدم فحفظ، این حفظ کن. باز قسمتش میگه حدیث طویل است، میگه که اگر کل مخلوقات جهان دست خدا یکی بکنن و بخواین بر تو ضرر برسانن، ضرر رسانده نمیتونن مگر چیزی را که الله بر تو تقدیر کرده. و اگر کل مردم دنیا بخوای بر تو منفعت برسان، منفعت رسانده نمیتونن مگر چیزی که الله متعال بر تو چی کردن؟ مقدر کرده. رفعت الاقلام، او قلم هایی که تقدیر نوشته میکرد اونا برداشته شدن. و جفت الصحف، و او کتاب هایی که در اونجا تقدیر مخلوقات نوشته شدن او هم خشک شدن. از این خاطر از خوردن چی میگه؟ میگه از خوردن غم بجز جگر خون نشود. بس خوردن غم بجز جگر خون نشود. وقتی که غم میخوری بغیر از اینکه خودت جگر خون شوی دیگه از رفته قلم. حال یادم آمد ما بعضی اشعار سابق حفظ کردیم، حال یادم رفته نمیفهم دیگه. پس یاد آدم از رفته قلم هیچ دگرگون نشود. اینه که میخوندم بسیار خوشم میامد این شعر. یک وقت به ادبیات بسیار
علاقه داشتم. خب وقتی که قرآن میخوانم بسیار از قرآن لذت میبرم. وقتی که انسان قرآن بخونه باز از اشعار یا پا کرده، این قرآن بسیار لذیذ است. خب بازم شعر هم یک چیز است که هنر از خوش انسان میگه از رفته قلم هیچ دگرگون نشود، از رفته قلم هیچ دگرگون نشود و از خوردن غم بجز جگر خون نشود. گر در همه عمر خویش خونا بخوری یک ذره از آن چه هست افزون نشود. پس این در حقیقت امی آیت قرآن تفسیر میکنه که ولله ملک السماوات والارض، مالکیت آسمان ها و زمین مخصوص الله هست. اینجا لام، کسی که در زبان شناسی عربی نحو را یاد داشته باشه میگه اللام للتخصیص، این لام بر تخصیص میگه، یعنی خاص است برای الله سبحانه و تعالی مالکیت آسمان ها و زمین. چی معنی؟ یعنی مالک متصرف آسمان و زمین و تمام مخلوقاتی که داری هست، مالک متصرفش الله هست. والله على كل شيء قدیر، الله به هر چیز قدرتمند هست. اگر امی عقیده را داشتی که مالک متصرف در تمام زمین و آسمان و در وجود ما و خانواده کل ما، مالک متصرف الله هست، رزق هر کسی را الله برش میده، زندگی هر کس الله برش میده، شفا برای هر کس الله میده، شفا دهنده الله هست، روزی دهنده الله هست، خلق کننده الله هست، زنده کننده الله هست، میراننده الله هست. این کل مربوط به الله میشه. خلاص راحت هستی دیگه. الله متعال هر چیز مالکش است و متصرف هست. تو ثابت قدم نگاه میکنم. خب دومی است که اگر به عبادت‌های فکری، حالا بسیاری وقتا شما ببینین یک کس 60 سال عبادت میکنه، وقت از پیش پرسان کنه عبادت فکری را میفهمی و نل عبادت فکری هم وجود داره. خب روزه میگیرم، نماز نه خیر، یک عبادت است به نام عبادت فکری. منفعت عبادت فکری چی است؟ میگه تو را ثابت قدم نگاه میکنه، تو را ثابت قدم نگاه میکنه. چطور این ثابت قدم مرا نگاه میکنه؟ مثلا فکر میکنه که همین قلب به من چقدر قیمت داره؟ $50,000 کی برم داده؟ الله. الله ذات مهربان است که من قلب ضرورت داشتم، دوام نکردیم، نخواستیم، هم الله متعال برای من این قلب دادم. میده چقدر قیمت داره؟ گرده چقدر قیمت داره؟ این گلوی انسان، این شش انسان، این روده های انسان، این دست انسان، سبحان ذی الجبروت والملکوت والکبریاء والعظمه، چه ذات با عظمت است. الله متعال میگه که اگر شما در حکم تکوینی الله در کائنات حکم تکوینی الله هست، در این شما عبادت فکری بکنین، درباره از اینا فکر بکنین، بر شما استقامت حاصل میشن. ان فی خلق السماوات والارض، یقینا که در خلقت آسمان ها و زمین و اختلاف اللیل و در مختلف شدن شب و نهار و روز لآیات، آیات هست لأولی الالباب، بر کسانی که صاحب قلب سلیم هستند. این کسایی که قلب سالم دارن وقتی که در این مخلوقات الله فکر میکنن برش استقامت پیدا میشه. این آیت از به قدرت الله، وقتی که به قدرت الله متعال پی بردی استقامت نصیبت میشه، در دین الله مستقیم میباشی. سوم، حکم به ذکر و عبادت الله هست، در حالات استادن، نشسته و به پهلو گفتن. ببینید الله متعال میگه الذین، کسانی که یذکرون الله را به یاد می داشته باشند، ذکر میکنن، ذکر زبانی، ذکر قلبی و فکرشان است. اوتون نیست که در زبانت هم تو گفته بری اما فکر دیگه طرف باشه. نه، اینجا چی میگه؟ الذین یذکرون الله، کسانی که الله را یاد میکنن، به یاد الله میباشند، قیاما در حالت استاده به یاد الله هستند، و قعودا در نشسته به یاد الله هستند، و علی جنوبهم، و به پهلوی خود خفته به یاد الله هستند، و یتفکرون فی خلق السماوات والارض، و در خلقت آسمان ها و زمین فکر میکنه که سبحان الله، این آسمان ها را ببینین، این سیارات را ببینین، این کهکشان ها را ببینین، این اجرام سماوی را ببینین، این چیزهایی که در این آسمان است، لا اله الا الله، این الله اکبر، الله اکبر، این مخلوقات سهل کنین، این حرکت و دوران از اینا را سهل بکنین.
ان فی خلق السماوات و تفکرون فی خلق السماوات والارض. وقتی که فکر که باز میگه ربنا، ای رب ما خلقت هذا باطلا. ببین استقامت حاصل شد. میگه یا الله اینا را تو باطل خلق نکردی، سبحانک پاکی است یا الله، از تمام عیب ها پاک هستی، از تمام نقصان ها پاک هستی. کل عیب ها و نقصان ها در ما بنده های عاجز و بیچاره هست. پس فقنا عذاب النار، پس ما را یا الله از عذاب دوزخ نجات بدی. انسان که از عذاب دوزخ از الله خواست که نجات پیدا بکنه، یقین به دوزخ داشت، این باز تفکر و تدبر بر انسان یقین حاصل شد، بازی استقامت پیدا میکنه. سومی چیزی که انسان استقامت میده. چهارم عقیده به ای که بزرگترین ذلت دوزخ و محرومیت از نصرت الهی است. ذلت چی هست؟ خواری چی هست؟ ذلتی نیست که تو بندی شوی، کشته شوی، شهید شوی، تکه شوی. مثل حمزه رضی الله تعالی عنه، حمزه رضی الله تعالی عنه چقدر باعزت شد، گرده زیر کندش کشیدن و بسیار. اما امروز عزیزترین مخلوق الله، سید الشهدا، نام مدرسه را میمونه، مدرسه سید الشهدا حمزه. سبحان الله. یا یک کسی بندی میشه یا کشته میشه یا تکه میشه یا کسی جنازیش هم پیدا نمیشه که بخونه. در دشت گوشتایش مرغ‌ها و حیوانات میخورن. این ذلت نیست. الله متعال میگه میفهمین ذلت چی است؟ ربنا انک من تدخل النار فقط اخزیته. و انسانی که با فکر است در همه چیز فکر کرده و در قرآن فکر کرده، در سنت فکر کرده، در آسمان ها فکر کرده، در جسم خود فکر کرده، در مخلوقات فکر کرده، این باز به الله متعال میگه یا الله کسی که تو داخل دوزخ کنی فقط اخزیده، یقینا او را ذلیل ساختی. یعنی ذلیل کسی میشه که در آتش دوزخ داخل شوه. و ما للظالمین من انصار، بر ظالم ها نصرت کننده این نیست. پنجمی اجابت و اطاعت و ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم و توسل با ایمان. این استقامت نصیب میکنه که انسان با الله ارتباط میگیره، با اسما و صفات الله توسل بر الله میکنه و با اجابت و اطاعت و ایمان به رسول الله صلی الله علیه و سلم توسل میکنه، نه به شخص پیغمبر بلکه به ایمان به پیغمبر. ببین قرآن چی میگه برای ما شما. این قسم باید دعا ربنا، ای رب ما اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان. ببین این چی میگن؟ توسل با ایمان میگه. این توسل با ایمان خود انسان میگه یا الله ما شنیدیم که یک کسی صدا میکنه، مردم دعوت میکنه که بیاین مؤمن شوین، ان آمنو بربکم، بر ربتان، به خالقتان، به الله ایمان بیارین. یعنی کی بودی شخص؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم بود. فآمنا، ما هم به الله ایمان آوردیم، هم به ملائکه‌اش ایمان آوردیم، هم به پیغمبرش ایمان آوردیم، هم به کتابایش ایمان آوردیم، هم به روز قیامت. آل ما ایمان خود با ایمان خود توسل میکنیم یا الله. فآمنا، این توسل با ایمان میگن. فآمنا ربنا فاغفر لنا، یا الله ایمان آوردیم به تو و به رسول تو. امی ایمان خود به تو و به رسولت، ایره با این ایمان خود توسل میکنیم. فاغفر لنا ذنوبنا، پس مغفرت کو بر ما گناه های ما را، و کفر عنا سیئاتنا، و کفاره بکن از ما، دور بکن، معاف بکن به ما گناه های ما را، و توفنا، و ما را بمیرن مع الابرار، همراه انسان های نیک. ششم دلیل استقامت، یعنی اگر توسل با اسما و صفات الله کردیم، اگر توسل به ایمان خود کردیم، اگر توسل به ایمان خود به الله کردیم، اگر توسل به ایمان خود به رسول الله صلی الله علیه و سلم کردیم، بازی چی است؟ این بر انسان استقامت نصیب میکنه. چرا در مطابق قرآن عمل کردیم، مطابق سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم عمل کردیم. ششم طلب جنت و مغفرت و همیشه دعا کردن، همیشه دست دعا، دست عاجزی، نصف شب بخیز. الله متعال میگه که من یدعونی فاستجیب له، که دعا میکنه در نصف شب در سحری، تستجیب له استجابه. من یسألونی، کی از من سوال میکنه.
برش بتم و من یستغفرونی که از من مغفرت میخواد تا مور مغفرت بکنم. این حال ای بنده عاجز که میخواد مستقیم باشه میگه ربنا آتنا ما وعدتنا على رسولك، یا الله بر ما بده امون نعمت‌هایی را که وعده دادی به زبان پیغمبرهای. ولا تخزنا یوم القیامه، یا الله ما را ذلیل نساز در روز قیامت. انک لا تخلف المیاد، یا الله تو خلاف وعده نمی. چی ذات با عظمت و مهربان است، خودش بر ما دعا کردن یاد میده، ادب دعا را بر ما یاد میده. ادب دعا کردن دعایی را که ما با ادب با خالق متعال سخن بگوییم و دست دعا بلند بکنیم و الله دعای ما را قبول بکنه. ایمان داشتن به عدم افتمین علتی که انسان استقامت میده او چی هست؟ که ایمان داشته باشی به عدم زیای اعمال صالحه. ایمان داشته باشی وقتی که عمل صالح میکنی الله ذات مهربان است، عمل صالح تو را قبول میکنه. فاستجاب لهم ربهم، فاستجاب، وقتی که اینا این دعاها را کردن الله متعال میگه فاستجاب، پس اجابت کرد لهم برایشان، ربهم ربشان خالقشان. الله میگه که انی یقین داشته باشین که من لا اضیع ضایع نمیکنم. چرا ضایع نمیکنم؟ عمل عامل منکم، عمل هیچ عمل کننده شما را من ذکر و انثی، مذکر باشه مؤنث باشه، مرد باشه یا زن باشه، دختر باشه یا پسر باشه، کلش مخلوقات الله هستند، اعمالشان ضایع نمیشه. بعضکم من بعض، بعضیتان از بعضی دیگه. فالذین، پس کسانی که هاجروا، مهاجر شدن، این عزت بر مهاجرین است. فالذین، پس کسانی که هاجروا هجرت کردن، و اخرجوا من دیارهم، و بیرون کشیده شدن از سرخانه هایشان، از منطقهشان، و اوذوا فی سبیل الله، میگه و اینا اذیت شدن در راه ما به خاطر که در راه ما حرکت کردن، به جهاد اشتراک کردن. اینا چی شدن؟ در اینجا اذیت شدن و قاتلوا، و قتال کردن، جهاد مسلحانه کردن، و قتلوا، و کشته شدن در صف جهاد. الله متعال میگه لأکفرن عنهم سیئاتهم، از این مهاجرین، از این مجاهدین، از این شهدا را چی میکنه؟ میکس کسی سبحان الله میگه اگر داشته باشن لأکفرن عنهم سیئاتهم، تمام گناه های از اینا را از این گناه ها کفاره و پاک میکنیم. ولا ادخلنهم، و اینا را داخل میکنیم جنات، در جنات ها، باغ هایی که تجری من تحتها الانهار، جویبار های بسیار لوکس. یک جوی از شیر روان است، یک جوی از عسل خالص روان است، یک جوی از شراب پاک روان است، یک جای از آب اموت زلال بسیار با طعم و با اموت نکهت و زیبا. این جنت است. ما یکان وقت میخوایم یک گلاس شیر بخوریم و تا برم شیر بخرم تا بیارم و چطور؟ این جنت ها کلش در اینجا هست. این جنت ها را الله متعال برای کی میده؟ برای کسی میده که مهاجر است، مجاهد است، شهید شده در راه الله. والله عنده حسن الثواب، و پیش الله بسیار ثواب ها و پاداش های دیگه هست. اشتمیش چی است؟ عدم تأثیر به پیروزی یا نعمت های مؤقتی و زوال شونده کافران. الله متعال میگه که اگر میخوای که استقامت حاصل بکنی، اگر دیدی که دشمنای الله اینا یک چند تا خانه خوبش داشتن، موتر لوکس داشت، مثلا حالا که نشان میده این فلانی رئیس جمهور نشان میده موتر طلا داره، موترش از طلا هست، تیاریش نشان میده از طلا هست، در داخل تیاریش نشان میده حوض است. میگه اگر میخوای که استقامت داشته باشی، به این موتر طلایی و به این خنجرک طلایی و به این پیسه و به این اکانت مالی و چیزای ازی، به این بیت کوین ازی بازی نخو، به امتیازاتی پیسایی که دلار و بیت کوین و چطورکایی و چنانکایی دارم. لا یغرنک، تو را مغرور نسازه، تو را تحت تاثیر قرار نده، تو را فریب نده. تقلب الذین کفروا فی البلاد، حرکت سیر و حرکت کافرها که اینا مثلا
تانستن مثلا فلسطینی ها را اذیت برسانن، تانستن مثلا مسلمان ها را بکشن، تانستن را بکنن. این حرکت از اینا این کشورها و سفرهای از اینا و بر از این سلامی زدن های لشکر طاغوت بر از اینا، این شما را باید فریب نده. این نباید. و نهمی وسیله استقامت چی است که بفهمی که مادیات دنیا مثل چی است؟ متاع هست. متاع را پیشتر براتون تشریح کردم که او دخترک چی گفته بود؟ دخترک بادیه نشین که متاع چی است؟ امو صافی که دیگهای چی را میشوین؟ دیگهای سیاه را کتش میشوین. متاع قلیل. این مادیات دنیا یک متاع بسیار کم و ناچیز است که پیش الله اگر ارزش میداشت را به دشمنای خود نمیداد. الله متعال متوجه باشین چیزهای بسیار با ارزش به دوستای خود میده. مثلا ابراهیم علیه السلام خلیل الله هست و محمد صلی الله علیه و سلم حبیب الله هست. نوح علیه السلام نجی الله هست. آدم علیه السلام صفی الله هست. اسماعیل علیه السلام ذبیح الله هست. خب هر پیغمبر یک صفت خاص، این کلش به الله مضاف شدن، یعنی کلش مخلوقات با عزت الله هستن. برای کل از اینا الله چی را داد؟ چیزی که الله زیاد دوست داشت برای از اینا داشت. الله عقیده توحید زیاد دوست داره، از این خاطر کل این پیغمبرها را عقیده توحید داد و هر پیغمبر وقتی که میامد دعوتش چی بود؟ لا اله الا الله. اما دیگر مادیات برای کی دادن؟ مثلا نمونه بسیار مالداری که در قرآن آمده، میفهمین کی هست؟ که بسیار پیسه دار بوده، بسیار مالدار بوده، نمیفهم 70 شتر مثلا خزانه از زیر حمل و نقل میکردن، بسیار دربارش میگن، یعنی بسیار پیسه دار بود، ولی ذلیل ترین مخلوق بود. و کی بود؟ قارون. در قرآن عظیم شان گفته شده هست. چرا؟ این متاع هست پیش الله به ارزش است، از این خاطر بر دشمنای خودی دادن. متاع قلیل، متاع بسیار قلیل هست. ثم مأواهم جهنم. این کافرها اگر یک چیز متاع دنیایی دارن، این قلیل و اندک و زود گذر است. شما سعی کنید رئیس جمهورهای پاک امریکا چی شدن؟ مردار شدن، رفتن 40 سال پیش فیلمایشون سعی کنید در چی کشفش بدن، حالی که سرشان کنید که زیر خاک تکه هستن. این حال متاع قلیل ثم مأواهم جهنم. باز جایگاه از اینا چی است؟ مأوایشان، جایگاهشان جهنم است و بئس المهاد، بسیار بد جای است. دهمین سبب یا علت استقامت چی هست؟ دانستن چی هست؟ نتایج توحید و تقوا هست. وقتی که بفهمی که نتیجه توحید چی هست، نتیجه تقوا چی هست، بر تو استقامت پیدا میشه در خط فکری توحیدی. لکن الذین اتقوا ربهم، ولکن کسانی که از رب خود تقوا کردن، از الله ترسیدن، لهم جنات تجری من تحت الانهار. باز اینا باغ‌های است، قصرهایی است که در زیر ازی جویهای مختلف، جوی عسل و جوی شیر و جوی آب و جوی شراب پاک که انسان نشه و بیعقل نمیسازه. شرابای دنیایی خود بسیار بدبوی است و کس که میشه بیخی عاداتش حیوانات پیدا میکنه، شادی و ایوارین تو حرکت های عجیب و غریب میکنه، لکن او شراب پاک هست. یک وقت بابا ها میگفتن شراب انتهور، او شراب انتهورا هست. اینان جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها. بس اوقات انسان در کشور میره بسیار خوشحال میباشه، برای یک 15 روز 20 روز بجای که 20 روز پوره شد در کلید میاره، بایکایی که در هتل باشه میکشید در دالیس، وقتی تو پوره شد برو برای. وقتی که میری در طعامخانه یک روز پیشش 20 قسم 30 قسم غذا بود، میگه نه از شما دلس نیستین، بری بخیر. انسان میگه تو نشه که در جنت برم بازیگر از جنت هم مرا بکشه. الله متعال میگه نه، خالدین فیها. در جنت الله وقتی که رفتی، در قصرهای از این جنت که رفتی، باز اینجا برای دائمی هست. این جنت چی هست؟ یا الله میگه نزلا من عند الله. نزلا میفهمین معنیشه؟ این بسیار کلمه مزدار است. اگر این معنیش بفهمین، نزلا من عند الله، از جانب الله نزل است. کی میتونه بگه از این شاگردا
کس میتونه با یک چی مانا نزول به مانا میتونید بگیم نزوله؟ میتونید شما که اینجا هستید نزول چی رو میگه نزول من عند الله، یعنی مهمانی هست امی جنت. میزبان کی هست که تو را استقبال میکنه؟ بفرمایین. این میگه ملائکه الله استقبال میکنه، اونا در خدمتت قرار میگیره و این مهمانی از کی هست؟ مهمان الله هستی. این جنت نعمت الله هست و این جنتی ها مهمان الله هستن. نزلا مهمانی هست من عند الله، از جانب الله هست. و ما عند الله، و آن نعمت هایی که به نزد الله هست میگه او خیر للابرار، خیر است به نیکوکارا. این رو پرسان کردن که همین نعمت های جنت چی هست؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میگه که در جنت نعمت هایی هست که ما لا عین رأت. تو نعمت هایی است که او چشم ها ندیدن، نه چشم امریکایی دیدن، نه چشم اروپایی دیدن، نه چشم آسیایی دیدن، نه چشم تاجیکی دیدن، نه چشم افغانی دیدن. متوجه هستین؟ یعنی ما لا عین رأت، به چشم خود ندیده. یعنی در این کشورها این نیست، در این دنیا نیست، نه در استرالیا است، نه در امریکا است، نه در قاره اروپا است، نه در قاره افریقا است، نه در انتارکتیکا است. نه نیست. ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، یک گوش هم اتو نعمت نشنیده. ولا خطر به قلب بنی بشر، و در قلب بنی بشر هم این نگشته هست. 11ام نقطه که انسان ثابت قدم نگاه میکنه و چی است؟ شناخت مردمان حق پذیر اهل کتاب. بعضی از اهل کتاب حق پذیر هستن. مثلا شما اگر گپای جوزف ادوارد استیس بشنوین که چه قسم مسلمان شد، میگه من خودم مسلمان شدم. خودش میخیزه میگه که قرآن عظمتش بیان میکنه. عبدالرحمن گرین یک کسی دیگه است، ما خودم شد خو یگان دفعات ابتدایی گپایشو نشونیدیم. منتها میگه اگر شما امی مؤمنین، مثلا عبدالله ابن سلام یک عالم یهود بود، حق پرست بود. سلمان فارسی یک عالم اهل کتاب حق پرست بود. او کسی که در چیز امرای رسول الله صلی الله علیه و سلم ملاقات کرد در طائف، همونجا یک مسجد هم به نام از او هست، نامش یادم رفت، شما شاگردای نیستین که یاد دادم بتین. این هم یک عالم اهل کتاب بود. متوجه هستین؟ پس اینا و این من اهل الکتاب، و بعض از اهل کتاب لمن یؤمن بالله، کسایی هستن که اینا ایمان دارن به الله و ما انزل الیکم، و آن چیزی که بر شما نازل شده. ببینین اهل کتاب کسایی هستن که اونا حق پرست هستن، یعنی توحید قبول میکنن. کی؟ مثل عبدالله ابن سلام، مثل سلمان فارسی، دیگه از کسایی که مسلمان شدن. و در عصر امروز ما شما بسیار میبینیم که علمای مثلا اهل کتاب مسلمان میشن. لما یؤمن بالله و ما انزل الیکم، آنچه که نازل شده بالای شما، و ما انزل الیهم، آنچه که خودشان نازل شدن. خاشعین لله، اینا خشوع دارن برای الله. لا یشترون بآیات الله ثمنا قلیلا، اینا در مقابل آیات الله یعنی مبلغ ناچیز به ارزش نمیگیرن. اولئک لهم اجرهم عند ربهم، بر از اینا اجرشان پیش ربشان پروردگارشان است. ان الله سریع الحساب، یقینا که الله بسیار سریع حساب کننده هست. و 12ام حکم آخری که الله متعال ما و شما را میگه که شما اگر میخواین که استقامت داشته باشین، این حکم الله را در زندگیتان تطبیق بکنین. یا ایها الذین آمنوا، او سه چیز، او چی است؟ سه چیز: صبر، مصابره و رباط. خب یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا، ای مؤمنان شما صبر داشته باشین. صبر شما را ثابت قدم نگاه میکنه. صبر در چی؟ صبر در طاعت، صبر در معصیت و صبر در مصیبت. در سه چیز: در طاعت، در معصیت، در مصیبت. دیگه صبر کنین. و صابروا، ثابت قدم باشین در مقابل دشمنا، در مقابل برنامه‌های فکریشان، شبهات، شهوات هم ثابت قدم باشین، و در برنامه‌های تکنولوژی و اسلحه و تکنولوژیشان هم ثابت قدم در مقابل از اینا باشین. و رابطو چی است؟ که شما از امو سنگرهای مجاهدین، سنگرهای خلافت اسلامی، از این هم دفاع بکنین. واتقوا الله، و از الله بترسین.
و لعلکم تفلحون، شاید که بر شما کامیابی حاصل شود. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.